سپاسگزارم که بیننده امشب 7 هستید. امشب مصطفی زمانی بازیگر سینمای ایران مهمانم هستن، با او گفتگو خواهم داشت. آقای مهدی فرجی و آقای ضیاءالدین دوری از مسئولین جشنواره جام جم مهمان هستند، با اونها گفتگو میکنم و نقد فیلم آسمان زرد کم عمر رو دارم با حضور دو منتقد پیشکسوت سینما ایران، آقای احمد طالبی نژاد و آقای جواد طوسی. سوال نظرسنجی امشب رو با هم ببینیم. بازی مصطفی زمانی را در کدام یک از فیلم‌های زیر بیشتر می‌پسندید؟ بدرود بغداد، ملکه، قصه پریا، کیفر. 20337 منتظر دریافت نظر شماست. خب بازی مصطفی زمانی رو در کدام یک از فیلم ها میپسندین؟ 4 فیلم رو پیشنهاد کردیم. فیلم های بیشتری داره ولی ما 4 فیلم رو پیشنهاد کردیم: بدرود بغداد، ملکه، قصه پریا، کیفر. خب دوربین 7 تصاویری از رویدادهای هفته گذشته 7 رو آماده کرده که اون رو با هم ببینیم. سکانس تولید رو با هم ببینیم. موسیقی خط ویژه مصطفی کیایی که اکنون جلوی دوربین است توسط آرمان موساپور ساخته می شود. استرداد علی غفاری، دربند پرویز شهبازی، پرویز مجید برزگر، چتر سبز ناصر رفایی، برلین -7 رامتین لوافی و آفتاب مهتاب زمین علی قویتن در 11مین جشنواره چنای هند به نمایش در می آیند. برلین -7 رامتین لوافی و خاک و مرجان مسعود عطیابی در 18مین جشنواره کرالای هند نمایش داده میشن. خب امشب مصطفی زمانی بازیگر خوب سینما ایران مهمان 7 هستند. معرفی مصطفی زمانی رو با هم ببینیم و آماده بشیم برای گفتگو با آقای زمانی. مصطفی زمانی با بازی در نقش یوسف پیامبر به مخاطبان معرفی شد. حضوری سخت برای یک بازیگر تازه‌کار که می توانست اولین و آخرین بازی او باشد.
اما او با ارائه درست و ظریف نقش خیلی زود برای بازی در فیلم‌ها و سریال‌های دیگر دعوت شد. نقطه اوج بازی زمانی در سینما با کیفر حسن فتحی رقم خورد. او در نقش اصلی آن فیلم آمیزه‌ای از جسارت، هراس و تردید را به نمایش گذاشت و به کارگردانان سینما ثابت کرد می‌توانند فراتر از ظاهر او روی توان بازیگریش هم حساب ویژه‌ای باز کنند. اگه آدمی اسم یک بنبست حرف میزد، یه نامرد که با هم دستی داشت من بعضی از جوان ایرانی تو غربت به کثافت کشونه. از فریدون جیلانی که برای قصه پریا از زمانی دعوت کرد تا محمد علی باشه آهنگر که نقش متفاوت ملکه‌اش را به او سپرد. از سوی در سوت پایان نیکی کریمی بازی کرد و از سوی دیگر در من همسرش هستم مصطفی شایسته که حتی برای بازی در آن نقش هم بیش از 10 کیلو به وزن خود اضافه کرد. حرکتی که نشان از جدی بودن بازیگری برای او داشت. این تصمیم‌ها و انتخاب‌ها باعث شد که زمانی با وجود حضور در فیلم‌های متفاوت همچنان محبوب مخاطبان سینما باقی بماند. مصطفی زمانی نشان داده که اهل جنجال سازی نیست و ترجیح می‌دهد آرام و بی صدا راهی را که برای خود در سینما تعریف کرده پیش ببرد. باشه مادر منم سیاه دلم برای تو شده مادر باشه دلم برای تنگ شده باشه. تضاد سکوت و آرامش ظاهری او با نگاه‌هایی که به نظر می‌رسد هر لحظه آماده طغیان و فورانند او را به گزینه‌ای مناسب برای بازی در نقش قهرمانان زخم خورده اما عاصی بدل کرده است. مثل نقشی که در جیبور خیابان جنوبی بازی کرده و این روزها روی پرده سینماها به نمایش درآمده است. آقای مصطفی زمانی بازیگر خوب سینما ایران امشب مهمان ما هستند. آقای زمانی سلام، شب شما بخیر. شب شما بخیر. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و همچنین اول برنامه دوست داشتم در گذشت فرزند آقای علیرضا نادری از نویسندگان و کارگردانان خوب تئاتر، سینما و تلویزیون و تسلیت بگم. امیدوارم که خداوند به ایشون و بازماندگان صبر عطا بفرمایه. بله متشکر. واقعا تأسف آور بود در گذشت پسر آقای نادری. بله. خب آقای زمانی خوش اومدید به برنامه حرف. قربان شما. توی گزارشی که پخش شده بود اعلام کردن اهل جنجال سازی نیستید، درسته؟ نه قطعا. سینما بازیگری رو من انتخاب کردم که آروم باشم. ولی معمولا بازیگرها که اهل جنجال و گفتگو و مناظره‌های اینجوری هستن. خب هر کسی به نظر من یه ابزاری داره. من تا امروز احساس نکردم نیاز به جنجاله و اینکه یک روزی آرزو داشتم بازیگر شم و حالا به آرزوم رسیدم. دوست دارم صفر بچسبم بهش. واقعا آرزو داشتید بازیگر بشید؟ واقعا نه، بیشتر شهوت شهرت باعث میشه. اولش شما به جوونی میخوای به آرزوهاتون برسین. من از بچگی خب دوست داشتم. حالا دوستان من در دبستان هم میتونن شهادت بدم. از دوم ابتدایی کار تئاترای بامزه حالا برای بچه ابتدایی انجام میدادیم، ولی هیچ وقت فکر نمی کردم که بتونم عرضم حضورتون بیام و در بین خیلی از این دوستانی که حالا دیدنشون برای من یه افتخاری بود بیام همکار شم. ولی تلاشمو کردم و رویاهامو یه ذره جدی گرفتم و وقتی به بازیگری رسیدم خب تقریبا میشه گفت بهترین نقشی که میتونستم ورود داشته باشم برای من اتفاق افتاد و این شهرت رو برای من به وجود آورد. در این حال یه تعهدی رو برای من به وجود آورد. چه تعهدی رو؟ خب ببینید یوسف وقتی یوسف رو بازی کردم کل جامعه ایران بیشتر عوام به اون یوسف میشناسن شما رو
و قطعا وقتی که ذهنیتی از یک بازیگری نداری یا آدم عادی، ترجیح میده که به اون المان‌ها نزدیک باشی، یعنی به لحاظ منش، رفتار، بلکه شما الگو میشید بخواید نخواید. چون خیلی از بازیگرا این اعتقاد رو ندارن، اون میگم ما نقش رو بازی کردیم، دلیل نداره در رفتار شخصی خودمون قطعا تاثیر منم بذاریم. اومدم نقش رو، من که نعوذ بالله نمیتونم بگم پیغمبر بودم، ولی واقعیتش اینه که باور عمومی جامعه، یعنی خیلی جاها ما با فرهنگ‌های متفاوت طرفیم. من یکی از دلایل این که سینما دچار افت شده همین میدونم. ما اطراف خودمون رو میبینیم، شاید دیدمون کل سرزمین ما نیست، ولی توقع داریم کل سرزمین از سینما استقبال بکنن. سینما دچار افت شده یعنی چی؟ نه ببین، همین فروش عامل یه مثلا اتفاقاتی که در اقتصاد سینما افتاد، مثل همه جا افتاد، این تحریمایی که شدیم، فشار آورد. درست. ولی به نظر من یه اینقدر میایم فیلم هایی میسازیم که مثلا مردم رو سرگرم بکنیم، یعنی سطح فکری نره بالا، سرگرمیه، یا اینقدر خاص میسازیم که به نظر من تماشاگر خیلی، در صورتی که این وسط این جوان ها مخصوصا مخاطب سینما بیشتر. به همین دلیل فیلم ها رو گزینش میکنید، فیلم های خاص رو انتخاب میکنید؟ من سعی میکنم فیلم هایی که دغدغه خودم به شخص هست بازی کنم. من حالا تو آخرین مصاحبه‌ام گفتم خیلی ها خوب بازیگری رو بابت این دوست دارن که خب شهرت، خیلی چیزای دیگه برای من داشت، واقعا برای من به لحاظ شهرت و این چیزا داشت، ولی از یه جای احساس کردم که چی؟ چون ببینید من تو خلوتم زندگی میکنم، من مسئول اون چیزی هستم که هستم، مسئول اون چیزی نیستم که مردم فکر میکنن. بنابراین دیدم ضعیفم در مقابل این همه کسایی که من رو میبینن. یعنی من این همه ای نیستم که این همه طرفدار داشته باشم به لحاظه. خب یه بازیگر باید سعی بکنه که حداقل خودش رو به اون وسعت و به اون حجم برسونه و تصمیم گرفتم که دنبال بازیگری از جنس دیگری باشم، از جنس خودم. بعد دیدم خب من همیشه اخلاق‌گرا بودم، سعی کردم اون جوری باشم که آدم‌هایی که دوستشون دارم اونجوری منو دوست دارن. حالا میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه اطرافیان. سینمای فرصتی برای من که خودم باشم، من جلوی دوربین سینما خودمم، میتونم عاشق باشم بی واسطه، میتونم یک جانی باشم، میتونم یک روحانی باشم، میتونم یک نقش مثبت باشم و این زندگی منه و اینو چون دوست داشتم الان فقط دوست دارم پیگیر این باشم که بتونم خودم رو جلوی دوربین پیدا کنم. شما جزو بازیگرایی هستین که با چهره و استیل خاصی که داشتین خب خیلی زود تونستین جا خودتون رو باز کنین. این چهره و اون فرم چقدر در توانایی یک بازیگر میتونست موثر باشه؟ ببینید قطعا تاثیرگذاره، این که من بگم نیست. من بسیار بازیگران بسیار خوبی رو میشناسم که بسیار به نظر من بازیگرای توانایی هستند که میتونن در سطح اول سینما ایران کار کنن، ولی چهره یک چیز ذاتی اکتسابی هم نیست که بخواد بهش ببالی، ولی چهره همیشه تاثیرگذاره برای اینکه اول چشم میبینه بله. و بعد قراره تفکر بکنه و سینما مثلا به خاطر این به وجود اومده که اول چشم ببینه بعد حالا شما میتونید تفکر بکنید در مورد اینکه چی بوده چی نبوده، چون اونجوری شما میتونید کتابم بخونید، رمانم بخونید. به خاطر این بازیگرایی که از اصطلاحا میشه اقبال عمومی بیشتری در مورد چهرهشون برخوردار دارن، به نظر من فرصت بیشتری دارن و در عین حال از اون ور میگن هر چیزی رو که خوبش رو بگی بدش هم باید ببینی. از اون ورم خیلی باید زحمت بکشید که ثابت کنید که بله که آقا من فقط به خاطر چهرم نیست، اونم هست. ولی باز من احساس میکنم اگه این توازن رو بخواد آدم انجام بده، چهره داشته باشن خب بهتر. با کارگردانایی که کار کردین اونا در وهله اول به چهره توجه داشتن یا به نقش؟ من فکر کنم الان خب تمام خاطرات این 4 سالی که حالا من 4 سال تو سینما دارم کار میکنم و 4 سال یوسف بودم، الان همه رو تقریبا دیدم. من فکر کنم فقط من تو من همسرش هستم ظاهر خودم، بقیهش تغییر چهره‌ای که منو نزدیک کردن به
یک جوان بسیار معمول جامعه که حالا در تمام فیلم ها عکسایی که دیدین همین بوده، یعنی سعی کردن بیشتر المان ها رو بگیرن و این برای من جذاب بوده. اتفاقا برای فیلم هایی که بازی میکنید انتخابت کدوم مهمتره؟ فیلمنامه، کارگردان، فضای خود فیلم؟ من آگه 3 سال اول سعی کردم که برنامه‌ریزی برای خودم داشتم. سال اول کارگردان داریم میبینیم که من آله بازی کردم، کیفر رو، قصه پریا رو و بدرود بغداد رو. 4 تا فیلم، 3 تاش الان اینجاست. درسته؟ بعد آره 3 تاش. بله تو این خب من الان تقریبا 12 تا فیلم کار کردم که 4 تاشم برای اکران شد. درسته؟ بعد اومدم روی فیلمنامه تمرکز کردم، یعنی روی فیلمنامه خوب، و به این نتیجه واقعا رسیدم که کارگردان. وقتی سر صحنه میری عوامل دیگه چقدر میتونن موثر باشن؟ فیلم بردار، صدا بردار، قطعاً طراح صحنه و لباس. قطعاً به نظر من قطعاً اینه که ببینید خیلی سخته به نظر من یک فیلمی بشه که ما دوستش داشته باشیم. یعنی همه عوامل. برای من اون کسی که چای هم میده برای من مهمه، برای اینکه داریم زندگی میکنیم با هم و تجربه من ثابت کرده هر فیلمی رو که ما خیلی خوب و بدون تنش کار کردیم، بدون تنش دیده شده و هر فیلمی رو با تنش کار کردیم اون فیلم در نیومده. حالا لزوم نداره اسم ببرم. و اصطلاحاً اینه که این سمفونی باید درست همشون این هارمونی رعایت بکنن و بدونن چه وظیفه و چه مسئولیتی در فیلم دارن، نه بیشتر نه کمتر. و به نظر من خب تاثیرگذار همین تاثیر. شما بعد از سریال یوسف و تقریبا توی سریال در چشم باد بود که فکر می‌کنم یه نقش افتخاری داشتید. درسته؟ دیگه سریال بازی نکردید، چرا؟ من در چشم بادم بابت آقای جوزانی عمو جان که ما ارادت داریم خدمتشون، بالاخره شون بزرگ ما هستن، آقای جوزانی و همچنین که دوستان دیگه که حالا با ما تماس گرفتن و اون شخصیت عباس جنگ خب اسطوره هم شده بود. بله. و خب یوسف هم بالاخره داشت پخش میشد و منم اعتقاد دارم به این که هر آنچه که برای این بچه‌های جنگ انجام بدیم کمه. من ندیدم هیچ وقت عزیزانو، یعنی سنم نمیرسیده، یادم نمیاد، ولی به نظر من برای مهم نیست چه اتفاقی بیفته، اینکه اون نقش خوب باشه نباشه، مهم اینه که اون گروه صادقانه بخواد اون کار رو انجام بده و ارزش‌های جنگ رو نشون بده. من قطعا استقبال خواهم کرد. درست. و تلویزیون اگه نیومدم بابت این بود که احساس کردم یوسف خیلی حجمش زیاد شد تو تلویزیون، احساس کردم تایمی باید بگذره و تایمی که بگذره ما فکر کنم دچار مشکلات خیلی مالی شدید این 1-2 سال شدیم. پروژه خیلی خوبی بنم، ببخشید من عذرخواهی میکنم، کار نشد. به نظر من پروژه کار شد تا این 1-2 سال که تقریبا سر همبندی بود برای مناسبت همون. به همین دلیل بازی نکردم. خب من نمیخوام بگم چیزا، ولی اینکه مثلا پروژه سریال مثلا روزی 2 قسمت گرفتم، خب من نمیتونم بازی کنم 2 قسمت، نمیفهمم یه قسمت سختمه. چند تا از فیلماتون رو میخوام بدونم نظرتون چیه در مورد آل بهرام بهرامیان. دلمون خیلی باهاش تنگ شده بهرام بهرامیان، برای اینکه مثل یک برادر برای منه، چون دوستی ما از اونجا شکل گرفته و برای من فراتر از کارگردانه. اونجا من خیلی چیزهای تکنیکی سینما رو از بهرام بهرامیان یاد گرفتم. و کیفر حسن فتحی، صداقت و رفاقت رو ازشون یاد گرفتم. خب و تمام کیفر رو حتی لحظه به لحظه من هیچ وقت به خودشونم گفتم همش با هدایت آقای فتحی بوده. یعنی حتی من یه پیشنهاد داشتم، چون از روز اول خودم رو سپردم دستش. کارگردان هوشمنده آقای فوق العاده کار. و مهمتر از این همه که وقتی کار میکنن شما این فرزند و این برادرشی براش مهمه که تو حال چیه. حتی اگر مثلا باید باشه ممکنه بره خونه زنگ بزنه پیگیرشه. من یادم یه بار سر کیفر اینجا داره بگم من سرمایش خیلی شدیدی خورده بودم، بعد یهو دیدیم میخوایم پلان بگیریم آقای فتحی نیست. مثلا چی شده؟ گفت الان میاد و یه ذره چیز شده، رفتم مثلا بیرون بیایم 5 دقیقه 10 دقیقه. یه قرصی بود ایشون از خارج از کشور آورد و من گفت بعد
بخواین خوب میشی. رفت از خونه و قرص آورده بود برای بازیگرش. آره. یکی از نقشایی که توی فیلماتون داشتید فیلم ملکی بود که خب نقش متفاوتی هم توی جشنواره مهجور واقع شد. آره. با باشه آهنگر چطور کار کردن؟ با او چطور؟ باشه آهنگر، آقای باشه آهنگر، چون واقعا آقایی برازنده ایشون خیلی صداقت زیاد و انسان بسیار سربزیر و اگر واقعا کسی بخواد سربزیری رو یاد بگیره، من ازشون سربزیری یاد گرفتم و سعی میکنم که خیلی برایشون احترام قائلم. یعنی واقعیتش خیلی صادقانه فیلم سازی میکنم و وفادار به بودجه ملی مملکت بود. من دیدم خدا آقای ابوالقاسم حسینی رو بیامرزه، من دیدم نمیتونم بزنم زیرش. پروژه دیگه هم بوده کار کردم، ولی اینجا میفهمیدن این بودجه بیت الماله و درست کار کردن. و یه عاشقانه ساده که البته کاندید سامان مقدم خیلی خوب منه، دوست خیلی خوب منه. شما کاندید شدید اما خیلی منتقدان نظر دیگه‌ای داشتن راجع به اون راجع به نقش من. نقشتون نمیدونم والا منتقدا سر کیفر نظر بسیار مثبتی داشتن، داورای جشنواره فجر نداشتن. توی عاشقانه ساده برعکسش. بله، قصه پریا رو بیرون از جشنواره گذاشتم و خانه سینما کاندید شدیم. این اتفاقات میفته، به نظر من سلیقه است. و کار با آقای مقدم، سامان مقدم خیلی دوست داشتنی و به نظرم سامان مقدم هم فیلم میسازه که زندگی کنه، فیلم نمیسازه که به جایی برسه مثلا بخواد. میدونید فیلم سازیه که با فیلم زندگی میکنه و یکی از بهترین دوستای منه که خیلی چند وقتی بالا هم دیگر میبینیم و به نظر من فیلم بسیار لحن خوبی داشت. من دوست داشتم چون فیلممه و یکی از چیزایی که اون فیلم داره به نظر من خیلی عالیه، تصاویر بسیار خوبه. آقای آلات پوش هم هست. بله. بسیار زیبا قاب‌ها رو گرفتم و همچنین دوستان دیگه ای که اونجا بودن. و چطور شد که تو سوت پایان نیکی کریمی نقش کوتاهی رو ایفا کردیم؟ عرضم به حضورتون ما یه خیریه به اسم دلشیر داشتیم، خانم کریمی داشتن یک فیلمی کار میکردن که توی اون فیلم باید چند تا هنرپیشه و ورزشکار میومدن و از اونجایی که خب بالاخره خانم کریمی هم سال هاست به عنوان بازیگر زن اولی مملکت مشغول به کارن، من به عنوان یک همکار وظیفه‌ام بود که به همکارم کمک بکنم برای اینکه کارگردانی و فیلم بهتری بسازه. این قسمت‌های از بازی شما رو فکر کنم آماده کردن، می‌خوایم رو ببینیم قسمتی از بازی‌های شما تو فیلم‌های مختلف ببینیم و بعد گفتگو رو ادامه بدیم. امکان نداشت با اون حالش بتونه در واسمون باز کنه. یا پیرزنه در وا کرده یا خودش کلید داشته. من احمق بگوینم مدت نگفتم قفلا رو عوض کنم. آخه اون اونجا ساکن بوده، حتما کلید داشته. وسنتعلم الأطفال إن الدنيا كلها عادة وحندسة. 2 زائد 2 يساوي 4. النفط مو هي الثروة الأصلية بالأرض. و آخر هر جنگی صلح، هر جوری هم که صلح اتفاق میفته از جنگ که بهتره. که واقعی بودی که این حرفا رو نمیزدی. نه اونی که غلط کرده منم نه تو. اونی که اون میرو مثل سگ جون میکنه تا پول بابای تو استفاده نکنه منم نه تو. اونی که از چه داره صدای مادرش محرومه منم نه تو. تمام این مدت به خودم گفتم سیاوش اگه همه از زندگیت رفتم بیرون بگرج. راضی به شکستن دلت نبودم. دل شکستی؟ دست خودم نبود. نه این حرفا نبود. یه طرف قضیه من آس و پاس دیدی و طرف دیگه جیب پرفول برزو رو. کجا رفته بودی؟ سینما. کلاس بل کردی رفتی سینما؟ آره رفته بودم سینما. پس اینقدر واجب بود داره؟ حتما واجب بوده دیگه. برو کنار. با کی رفته بودی؟
تنهایی. من یه عمره دارم تنهایی سینما میرم. برو کنار دارم میشینی. من نوشته شده احمق. نه من احمقم که اینجا وایسادم دارم با تو صحبت میکنم. نگرانتم. واسه همین نیومدم و دیگه نمیخوام با هم کار کنی. بازی مصطفی زمانی را در کدام یک از فیلم‌های زیر بیشتر می‌پسندید؟ بدرود بغداد، ملکه، قصه پریا، کیفر. 20337 منتظر دریافت نظر شماست. گفتگو با آقای مصطفی زمانی، بازیگر خوب سینمای ایران. خب آقای زمانی، شما کدوم یکی از این فیلم ها رو میپسندین؟ بدرود بغداد، ملکه، قصه پریا و کیفر. آمار رو نگاه نکنید. خب من نمیتونم قاضی خوبی باشم، چون من یعنی اون اتفاقاتی که پشت صحنه هم میفته دخیل ممکنه باشه توی نظری که من میدم و من همه اینا رو دوست دارم. نظری نداری؟ اجازه بدید نظری ندارم. خب در مورد قصه پریا نگفتید رسید. شما نپرسیدین. خب حالا میخوام بپرسم اینه. قصه پریا، من سر فیلم برداری کیفر بودم که حالا خب جالبه، من بعد از یوسف 4 فیلم که کار کردم هیچ کی من هیچ بازی ندیده بود که من 4مین فیلممو تموم کردم. درست. چون آل بازی کردم بدرود بغداد، کیفر و قصه پریا. من فیلمنامه رو خوندم، خیلی دوست داشتم و آقای جیرانی هم فکر کنم یادم من دید گفت سیاوش خودشه، چون مثل که چند نفر دیده بودم برای اون نقش. من رفتم کار کردم و واقعا لذت بردم. قصه پریا رو من خیلی دوست داشتم. خود آقای جیرانی رو من خیلی دوست دارم. کارگردانیش رو چطور دیدین؟ بسیار کارگردان هوشمندیه، بسیار کارگردانیه که بلد کارشو. ولی من همیشه یه چیزی ته دلم هست نسبت به آثار ایشون که هنوز اون فیلمی رو که میخواد بسازه رو نساخته. آره نه، و آگاهه به این قضیه. نه به نظر من میدونه کی میخواد بسازه. خب خیلی خوبه. خب شما تحصیلاتون با بازیگری غیر مرتبط هست. من یه چیزی رو دفعه قبلی که من تو حرف من دوستان دانشگاه به من گفتن آقا تو هنوز مدرک نگرفته زدم. من گفتم من دانشجوی فوق لیسانسم و زده بودم فارغ التحصیل که من بعد اینکه رفتم گفتم اصلاحش بکنم. من بله فوق لیسانس تکنولوژی صنعتی ام، یعنی پایان نامه مونده. حالا من سوالم در ارتباط رشته تحصیلیتون نبود. خب بسیاری از مخاطبین برنامه 7 جوانایی هستن که علاقه به بازیگری دارن. بله. طبیعتا وقتی یه بازیگری که رشتهش غیر مرتبط با اون بازیگری هست میخوام بدونن که راههای مطالعهش چجوری است، از چه طریقی میتونه به اون دانش بازیگری دست پیدا بکنه. ببینید من راهی که خودم رفتم و توصیه نمی کنم. واقعیتش اینه که خب من 1-2 سال تست میدادم. خیلی از این دفترهایی که الان من باشون حالا قراردادهای مثلا ممکنه که خیلی خوبی رو امضا بکنم ولی تست دادم و ابایی هم ندارید از گفتن این؟ من قبلا گفتم توی برنامه قبلی من قبلا گفتم آره گفتم دفتر آقای طباطبایی بوده و آقای عباسی زاده بوده. خیلی از دفتر من تست داده بودم. خب نشده بود بنا به دلایل مختلفی و عرضم به حضورتون اون را من تست میدادم، یعنی کار تئاتر رو انجام میدادم در حد مثلا دانشجویی. خیلی مهم نبود. درست. به نظر من حتما توی کلاس‌های بازیگری معتبر شرکت بکنن، خودشونو محک بزنن و از این حالت این که ما میتونیم. من بارها میبینم که مثلا میگن آقا چی کار میکنم مگه شما، همین چیزی که ما میگیم. میگم آقا من این موبایل الان جلوت بگیرم چای خوردنت یادت میره. یعنی بازیگری آگاهانه زندگی کردنه و امیدوارم برن خودشونو محک بزنن تو کلاس‌های بازیگری، اونجا لول خودشونو پیدا میکنن و یقینا کارگردانایی هستن که میرن از آلبوم ها و تستای این بازیگرا رو میبینن و اگر به دردشون بخوره استفاده میکنن ازشون. مصطفی نظر شخصی اینه که این کار بهترین شیوه است. آقای مصطفی زمانی تو بازیگری الگو هم داره برای خودش. من خدا رحمت کنه آقای شکیبایی رو که هیچ وقت متاسفانه نشد که
من ایشون حتی ببینم از نزدیک. ولی بله الگوی من الگو هست، ولی نوع بازی شما با بازیشون خیلی فاصله نه است. الگوی ببینید الگوی آدم دوست داره. من این بازیگر رو خیلی دوست دارم. بگم الگو نه قطعا حتی در خارجی ها. نه خب خارجی ها بر اساس فرهنگشون بازی میکنن. من تو امریکا زندگی نکردم که بفهمم یه امریکایی موقعی که عاشق میشه با ایرانی فرق میکنه و بازیگری محصول فرهنگ، ریشه در فرهنگ داره. به خاطر همین من نمیتونم الگویی، یعنی نمیشه. من احساس میکنم این شدنی نیست که بگیم ما مثلا بازیگری رو باید پیدا کنیم که اونوریه ولی من دوستش دارم. ولی خب علاقه به بازیگری داشتم. دنی دلویز رو من خیلی میپسندم و خیلی دوستش دارم. تو ایران هم خانم معتمدآرایی هست، آقای شکیبایی و آقای عبدی، آقای پرستویی، آقای کیانی. خب خیلی زیادن. درست. تقریبا میشه گفت که ما دلیلی که حضور شما رو دعوت کردیم برای فیلم جیبورای خیابان جنوبی بوده. در مورد این فیلم مقدار صحبت بکنید ببینیم چطور شد این نقش رو انتخاب کردین. جیبورای خیابان جنوبی فکر کنم هولوش 1 سال و نیم 2 سال پیش، فکر کنم یه 7-8 ماه قبل از تولید این فیلم، آقای اسدی استقی که دوستان من، آقای جواد جلالی که عکاس بودن، صحبت کردم. و اون موقع حوالی اتوبان رو ندیده بودم، فکر کنم اکران نشده بود. تیزرش رو من نشون دادم. من قرار بود یه فیلمنامه دیگه رو کار کنم که منتفی شد. بعد چند ماه تماس گرفتن که این فیلم رو میخوایم کار کنیم و هم فیلمنامه رو خوندم و خیلی خوشم اومد. خود آقای اسدی هم حوالی اتوبانش رو دیدم کارگردان بسیار خوبیه و قابل بود. من قرارداد بستم. فیلم رو دیدی جیبورهای خیابان جنوبی رو؟ بله. خودتون دیدید. نظرتون چی بود راجع به فیلم کارگردانی آقای اسدی؟ کارگردانی آقای اسدی خب سر صحنه‌ام ببینید کارگردانی که مشتاق سینماست، سینما رو دوست داره و عرضم به حضورتون که میتونه که خیلی خوب بازیگراشو هدایت بکنه. حالا یه شوخی ما سر صحنه باش داشتم، به خودشم میگفتم تو اینقدر ایرادا رو میبینی، این هر چقدر بیرون سینما بیرون بازیگری بده، تو بازیگری برای ما خوبه چون هی رو توش میکنی و هوشمنده، به شدت خوب بازی رو متوجه میشه. شاید متأثر از خانواده تئاتری که داره شد از اون باشه که بازیگری خیلی حساسه. ولی آدمی که بسیار حساسه، بسیارش مهمه، بسیار تمیزه توی کارش و این حساسیت گاهی خوبه و گاهی هم به مزاح خیلی ممکنه خوش نیاد. زمانی که فیلم نمایش داده شد یه جایی من دیدم یه حاشیه ایجاد شده بود که شما ایشون گفته بودن وسط فیلم با یه فیلم دیگری قرارداد داشتید. داره درست بود؟ اون شایعه بود یا اینکه نه واقعی؟ نه واقعیتش اینه که خب فکر کنم تو مقطع به دلایل مختلفی که فیلم ایشون مثلا استنبای بود و من سر 2 تا فیلم دیگه رفتم، من یه فیلم 2 تا فیلم پشت هم قرارداد داشتم. خب به نظر من یه عصبانیت بود در اون زمان که ایشون عصبانی شده بودن چون من قراردادم 2 ماه بود با فیلم. روز تقریبا میشه گفت جلسه 37م یا 8م بود. با آقای سرتیپی تهیه کننده فیلم صحبت کردم، تهیه کننده فیلم صحبت کرد با آقای سرتیپی و من قراردادم رو امضا کردم و من مشکل پا داشتم که آمپول میزدم و سکانس های دویدن میگرفتیم. خانم نورا هاشمی هم چشمشون چون لنز میذاشتن چرک کرده بود و باید 7-8 روز استراحت میکرد حداقل. اینا همه دست به دست هم داد که آقای سرتیپی فیلم رو موقتا بخوابونه برای 2-3 ماه آینده که تو اون فاصله من قرار بود مثلا 10 روز زودتر بیام. خب برلین منفی 7 یه ذره طول کشید. یهو من دیدم یک مصاحبه خیلی تندی علیه من شده و من هم ارجاع دادم به تهیه کننده به دلیل اینکه من قرار دادم با تهیه کننده بوده. تهیه کننده میتونست تایید بکنه یا تکذیب. که آقای سرتیپی هم که مصاحبه کردم و ایشون تایید نکردن چیزهایی رو که آقای کارگردان. به نظر من عصبانی بود و گفت. حالا در مورد فیلم جیبورم ما همینجا اختلاف سلیقه‌ای از قبل با ایشون داریم و به نظر من خواهیم داشت. 20 دقیقه آخر فیلم و فینال فیلم من آزار دیدم و احساس میکنم تو جشنواره هم اینو اشاره کردم. بله، به دلیل اینکه فیلم نمیتونه، ما باید درک بکنیم که جیبور خیابان جنوبیه
و فیلم 2 تا فینال داشت. فینالی که کشته میشم بابتش وقت صرف کردیم گرفتیم و یک فینالی که به نظر من ایشون البته این فینالی که هست خب به هر حال کارگردان ایشون بله قطعا ایشون تصمیم نظر نهایی ایشون قطعا ایشون کارگردان فیلم. من به عنوان بازیگر میخوام فقط نظر شخصیمو بگم، مثلا بحث این نیست. از من نظر میخوان منم باید بگم، به دلیل اینکه احساسم بر اینه که حتی با هم بیادم بحث کردیم 2-3 ساعت تلفنی و واقعا اگر اون فینالی که من مد نظرم بود کارگردان خیلی دیده میشد، یعنی اصلا بازیگر اونجا زیاد دیده نمیشه، اینقدر دکوپاژ های خوبی بود، اینقدر فضای خوبی بود، چون تو متروی تهران خودش هم میدونه چه پلانای خوبی گرفته. دلیلی داشته کنه استفاده نکرده. حالا امیدوارم بعداً دلیلش ممیزی اعلام نشه، چون من سوال کردم ممیزی هم نبود. حالا شاید آقای اسدی بیان تو برنامه خودشون توضیحات رو بدن ان شاءالله. خب آقای مصطفی زمانی نسبت به مردم چه حسی داره؟ من مردمم خیلی دوست دارم، مثل همه آدم‌هایی که تو این مملکتن. به نظر من مردمانی بسیار شریف و نجیب، فوق‌العاده نجیب، که خدمت نکردن به این مردم هنریه که فقط از دست آدمای نمک نشناس ممکنه بر بیاد و به نظر من این مردم شایسته بهترینان و باید یاد بگیریم که یا خدمت نکنیم یا حرفشو نزنیم. حالا شما آقای گبلی چیزی میگید که ما چیزی بگیم ولی واقعیتش اینه، امیدوارم در دولت جدید بودجه های دولتی بدونیم که این ریال به ریالش از جیب این مردمه و آزمون خطا نکنیم باهاش. کارگردان های آزمون پس داده‌ای که درست رفتار کردن بیان و فیلم برای مردم بسازیم. اینکه ما بیایم چجوری بگم، من یه اعتراضی همیشه داشتم به شما قبلا گفتم، ما منتظریم یک مقام مسئولی صحبت بکنه در مورد فرهنگ، بعد 500 تا آدم طرح به دست پشت اون چیزن بر اثر فرمایشات مثلا آقای فلان یا آقای فلان. شما بیت کارتون رو بسازید اگه دل سوزید، اگر دوست دارید که این بر اساس فرمایشات رو بسازید، این ارزشی خودش رو نشون میده تو کار. ارزشی بودجه نگیرید بی ارزش پخش بکنیم. این پول این مردمه و امیدوارم این دولت حداقل یک سر و سامانی به این پولهای دولتی بدن و کارهای ارزشی رو بعد از این که ارزششون معلوم شد ارائه بدن به جاهایی که باید ارائه بشه. و از این من گاهی احساس میکنم که کسانی که نه همه کسانی که این اصطلاح رو به کار میبرن بیشتر میخوان از نقد فرار بکنن، میخوان فرار رو به جلو بکنن. یعنی یه اسم یه بزرگوار رو میارن که شما دهنتون بسته بگه مثلا بس فرمایششون ساخت. خب آمار رو من بخونم. آمار شما که نظر ندادید اما مردم نظر دادن. 34.4% قصه پریا رو انتخاب کردن. میبخشید ابتدا عرض بکنم 40.1% کیفر رو انتخاب کردن و بعد 34.4% قصه پریا رو، 13.7% ملکه رو انتخاب کردن و 11.8% بدرود بغداد رو انتخاب کردن. حالا چه نظری دارید با نظر؟ من بازم همون نظری که خدمت شما گفتم و عرض کردم بود و ترجیح میدم که من احترام میذارم به خرد جمعی، قطعاً میدونم که از سر صحنه اومدید، اما میخوام به خودتون برای بینندگان توضیح بدید که کدوم سر صحنه کدوم فیلم هستید، با چه کسی کار میکردید که محبت کردند و وقت آزاد گذاشتن که شما بتونید. من با خوش اخلاق ترین دیکتاتوری که تا حالا تو کارگردان دیدم دارم کار میکنم. های کیایی. دیکتاتورها مگه میتونن خوش اخلاق نه، در نهایت او کاری رو میکنه که خودش میخواد، ولی انقدر خوش اخلاقی که تو حاضری 10 بار این کارو براش بکنی. با مصطفی کیایی؟ بله، آقا مصطفی کیایی. در چه مرحله فیلم؟ ما چند روزی که تمام میکنیم فیلم به جشنواره پس میرسه. قطعاً. خب اسمش چه؟ خط ویژه. خط ویژه که فکر کنم تغییر بکنه اونجوری که ما گفتم. یه گروه فوق العاده خوب، دوست داشتنی،
یعنی هم بازیگرا. من فیلم خوب خیلی کار کردم، با آدمای خوب خیلی کار کردم، ولی این گروه الان دیگه فکر کنم 2 روز آخر من ماتم برده که بالاخره کی میخوان گاف بدن. یعنی از کوچکترین مسئول تا بالاترین مسئولش اینقدر خوبه و همه اینو میگن ها، یعنی نه اینکه من بگم. و به نظرم یه کارگردان کارشو بلده. بزرگترین خوبیش اینه که میدونه چی میخواد از سینما، یعنی پخش نیست، پراکنده نیست، یه دنبال سینمایی مثلا شبیه اروپا باشه، شبیه امریکا. نه، میدونه چی میخواد از سینماش و اینقدر مسلط بر دکوپاژ، مخصوصا بر دیالوگا و کلمات که شما واقعا میتونی خودتو بهشون بسپریم و من این کارو کردم. از همینجا ازشون تشکر میکنم. بازیگرای محترمی که هر کدوم چون من از سر صحنه میمدن گفتن به شوخی هم میگفتن اما نگی فلان. همه بازیگرایی که در خدمتشون هستیم دوستانی هستن که من لذت میبرم از در کنار اینها بازی کردن. امیدوارم که باز هم سعادت اینو داشته باشم کنار تک تک شما عزیزان باشه. سپاسگزارم آقای زمانی. صحبت پایانی اگر داشته باشید. ما اینقدر پرحرفی کردیم. خب چند وقتی بود من تلویزیون نیومده بودم، گفتم افتخار تخصصی خواهش میکنم، با افتخار منه حضور پیدا کردم. من تشکر میکنم از همه عزیزانی که برای من زحمت کشیدن و زود در مورد من قضاوت نکردن و همه عزیزانی که به من کمک کردن در یادگیری، مخصوصا تو این 1 سال که من خیلی خوب فهمیدم در سینما و بازیگری فعلیت هست که مهمه، نه نیات ما میتونه خوب باشه و رفتار بعد. امیدوارم که در نهایت رفتارمون اینقدر خوب باشه که نیات خیلی مهم نباشه. شبتون بخیر باشه. سپاسگزارم آقای زمانی، براتون آرزوی موفقیت دارم. خب بینندگان عزیز، تازه های اکران آماده هست، با همون رو ببینیم. بله. ببخشید خانم هستن؟ بله. اینجا منزل خانم سوزن سرهنگی نیست؟ نه خیر. پس من به آقای اصغر سرهنگی برادر خانم سوزن سرهنگی بگم نشونی اشتباهه؟ کار چی حالا؟ پیغام دارم براشون. بفرمایید. کیه این آقا؟ نماینده برادرته، وکیل خانواده است. من میدونم چرا داداشم این آقا رو فرستاده اینجا. خودش روش نمیشده. بعد بهانه میاره زنم پا به ماهه. کجا پا به ماهه؟ خب دیگه این یه تیکه رو باید تنها برم. اینجا فضول خیلی زیاده. ممنونم، خیلی خوش گذشت. آره واقعا. فقط حال رضا رو بچسب، چه میکنه از ذوق این کتونیه تا صبح. غیرتشو بودارشم. اخماتو واکن، اینو نگاه کن. آخ جون، کفش، تلت. خدایا وقتی یه چیزی هم مشخصه هم نامشخصه، یعنی در واقع نامشخصه، شاید یکی از بیرون منو ببینه بگه سوا قشنگ مشخصه این پسر داداش لیلای تو میخواد، اما خدایا برای من نامشخصه.